درود بیننده‌های گرامی، در زندگی اگر برای رسیدن به هر آنچه که می‌خواهید کوشش لازمه را انجام ندهید هرگز موفق نخواهید شد. قدم اول را بردارید و حرکت‌های فراوان در پیش خواهید داشت. ممکن است با مانع‌ها روبرو شوید، اما در نهایت موفق خواهید شد. این اندیشه‌های سرمایه‌دار بزرگ انگلیس ریچارد برنسون است که در کتاب خود دیر نکن انجامش بده آورده شده است. در برنامه نوبتی تازه نشر ما اطراف این کتاب و دیگر اثرهای تازه تألیفی که از جانب مرکز خرد تهیه و ترجمه و روی چاپ آمده است به شما معلومات خواهیم داد. همصحبت ما هستند راهبر مرکز خرد عبدالجلیل امان. خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم. تا جایی که آگاه هستیم مرکز شما از زمان تأسیس و تا امروز با ترجمه اثرهای مشهور است که اصلا اثرهای سیرخواننده ترین و موتیواسیونی هستند. خب این تصمیم و این اقدام چگونه روی کار آمد؟ از کجا سر زد این تصمیم و امروز در همین راهی که پیش گرفتید چی کامیابی ها را صاحب شدید؟ سبز باشید. نخست عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه بینندگان عزیز و بی‌نهایت ارجمند شبکه جهانی جهاننما. بله، من در چند جا هم اشاره کرده بودم که مرکز خرد تنها به کتاب های موتیواسیونی مشغول نیست و ما در 3 سمت کتاب منتشر میکنیم: کتاب های بدیعی، روانشناسی، پسیکولوژی و یا موتیواسیونی و همچنین کتاب های فلسفی. و در سال سپری گردیده مرکز خرد 14 نامگو کتاب را منتشر کرد که در این میان و همین 3 دسته ما کتاب ها منتشر کردیم. از جمله کتاب های گویم به شکل رمان، کتاب کیمیاگر از پائولو کوئلو، دیوار خراسان از محمد زمان صالح و مجموعه آثار جبران خلیل جبران که آنها به آثار گویم بدیعی هم شامل می شوند و همچنین کتاب های روانشناسی دیل کارنگی، کتاب های موتیواسیونی از رابرت کیوساکی، ناپلیون هیل، کوی استیون، جیمز کالینز و این زمره. در شعور و یا در مفهوم خواندن امروز خواننده ما تنها کتاب بدیعی را میفهمد و فکر میکنم که خواندن تنها به کتابی بدیعی خلاصه نمی شود و امروز کتاب های زیادی صاحبی را ما باید مطالعه کنیم. کتاب های سیرخواننده امروز جهان که مثلا در بخش تاریخ، در بخش فلسفه، در بخش مثلا فوتورولوژیا، آینده نظری، آینده بینی و عموما آن علمی معاصر امروز که در سرتاسر جهان امروز خواننده زیاد دارد، میخوایم که اون کتاب ها هم برای خواننده تاجیک پیشکش کنیم. و دستاوردی ما همین بود که ما در سال گذشته 14 کتاب دسترسی خواننده کردیم و بسیار خوش قبول کردن و این البته خوشحالی ماست که در سال در سال 2022 البته تصمیم داریم کتاب های خوب رو باز پیشکشی مردم کنیم. اکنون این کتاب سرمایه‌دار بزرگ انگلیس ریچارد برنسون با نام دیر نکن انجامش بده و تازگی از جانب مرکز شما ترجمه و تهیه و روی چاپ آمده است. خب چی را اصلا در خود جای داده است و زیر همین نام یعنی دیر نکن انجامش بده چی راز نهفته است؟ سلامت باشید. به خاطر به این سوال چون پاسخ گفتن میخوام یک مقدمه کوتاه من شرطیم درباره این مفهوم. شما ببینید که یک رسم، یک رسام یک رسم می‌آفرد و از بینش هر یک بیننده مضمون میگیرد. یعنی اگر یک رسم رو 10 نفر ببیند و همون 10 بیننده همون رسم رو 10 نمود به طرز خود، یعنی به همون تفکر یا با افکار خود شرح میدهند. و ببینید یک فیلسوف در هر یک مفهوم، در عادی‌ترین مفهوم این پس منظر یا تکواژه فلسفی را میجوید، مفهوم فلسفه را میجوید. و یک نفر ثروتمند در هر یک موضوع مثلا او در جستجوی ثروت است، مثلا ثروت را میجوید، مثلا خیلی که سانتیاگوی راههای درآمد یافتن، راههای درآمد، بله، سانتیاگو از پائولو کوئلو
مثلا چگونه برای یک سنگ او تمام چیز قربان میکند و عموما این گونه قهرمان ها حادثه ها در جهان و اما در ادبیات کلاسیکی ما ادبیات معاصر ما خیلی فراوانند و برای چی به این سوالی شما کمی شرح دادم به اون خاطر که ریچارد برنسون این یک نفری هست که امروز بزرگترین خطسیرهای اروپا را تأمین میکند و او نفری است که با شرکت ویرجینی خود زیاده از 500,000 مشتری 500,000 نفر در شرکت های او کار میکنند در سرتاسر جهان. یعنی خودی او یک انسانی بسیار موفق است و یک انسان بسیار شناخته است و بسیاری ها از او وقتی که و همچنین ریچارد برنسون در دانشگاه بانفوذ جهان از جمله هاروارد و اکسفورد و کمبریج و دیگر دانشگاه بانفوذ جهان رفته درس میگذارد و همونجا دانشجوها از او بسیار سوال میکنند که بیاید امروز وقتی آن رسیده که شما یک کتاب برای موفقیت و یک راههایی که شما چگونه موفق شدید برای ما هم انشا کنید و همین فکر به ریچارد برنسون پسند می افتد و سال 2006 در نمایشگاه کتاب او وعده میداد که کتابی را حتما درباره سرگذشت و زندگی نامه خودش پیشنهاد میکرد و این کتاب رو می نویسد و باور نداشت که این کتاب بسیار محبوب میگردد و سال 2010 این کتاب رو او بازنشر کرد و کمی تکمیل داد و از نخستین روزهای مکتب خوانی که مثلا یک نفری که امروز در سیاره از هفتگانی بهترین شامل می شود چگونه مثلا از مکتب شروع کرده به دانشگاه رفت و در دانشگاه چگونه به تأسیس یک روزنامه با نام استودنت او توانست که بزرگترین شرکت جهانی را تأسیس دهد. یعنی کتابی در نکن انجامش بده این است که در ما هم میگویند که در فرهنگ ما هم بسیار زیبا میگویند که کار امروز را به فردا نگذار. بله. و یعنی هر کار وقتی خودش دارد و همین مفهوم تنبلی را ریچارد برنسون در این کتاب میخواهد که اگر کوتاه کرده گوییم در پس شعور انسان بیرون کند و هر انسان قادر است و امکان دارد که برای رسیدن به همون آرزو و همون هدفی که پیش میکند برسد تنها به خاطر آنکه باید قدم زند و در این کتاب از فرهنگ اروپا شرق بسیار سود جسته است و من فکر میکنم که هر یک خواننده که این کتاب را مطالعه کرده است و یا اکنون مطالعه میکند من باوری کامل دارم که همون یک گوهر و یا جوهری که در وجودش است و او را میتواند بیدار کند و به سوی موفقیت رود. کتاب دیگری هم هست که با نام 40 قانون عشق. خب نویسنده این کتاب ترک است و تا جایی میدونیم از روی اثرهایی که می نویسند با فرهنگ و ادبیات ملت تاجیک یک توجه بسیار خاصه دارند. بله. و این کتابشان چی پیوستگی دارد با همان تمدن و ادبیات عالم شمول ما و چی را به خواننده روشن کرده است این نویسنده بسیار محبوب و مشهور. بله شما بسیار درست قید کردید. الیف شفق امروز یک از زمره آن نویسندگان است که در یک مدتی بسیار کوتاه به 40 زبان کتابی او با نام ملت عشق سروک پراولدوی ما 40 قانون عشق چون که این کتاب از زبان روس ترجمه شده است بسیار محبوب است و خیلی که ما میدونیم الیف شفق در این کتاب میخواهد فرهنگ غرب و شرق به هم آشتی دهد به هم آمیزش دهد و البته او این اقدام و اون خواهش خود را در پیام و یا مکالمه شمس تبریزی با مولانا میخواد خلاصه کند و این کتاب 40 قانون عشق بسیاری ها از نامش خلاصه میکنند شاید که این کتاب درباره یک رمن عشقی است بله عشق محبت باشد و شاید این گونه هم باشد اما در اینجا 40 نکته 40 پیام بسیار جالب و دانستنی شمس تبریزی به مولانا تاکید می شود که هر یک خواننده می تواند پی ببرد که شمس به مولانا چرا تلقین کرد و امروز به یک مفهومی مثلا فرض کردیم زندگی، عشق، محبت، سعادت، روزگار، کائنات غرب چگونه توجه دارد، شرق چگونه توجه دارد و عموما فرهنگ ما فرهنگ عالمگیر و عالم شمول فارس تاجیک چه انگیزه های زیبا و چه گویش های دارد که این روز افسوس که اون همه از زبان
مردمی بیگانه برای مردم ما پیشنهاد می شوند و من فکر میکنم که امروز زمان آن رسیده که ما هر یک چهره ملی خودمان را در علاهیدگی مثلا مثل استاد ساطی ملاق‌زاده که درباره فردوسی رمان نوشتن، درباره سینا و اومد، من فکر میکنم امروز زمان آن رسیده که ما درباره چهره ملی خودمان رمان ها، داستان های بلند و برای خواننده خود، برای خواننده تاجیک نیاز پیشکش کنیم، چون که تا آنها بیشتر و بیشتر با دیدی نو آگاهی پیدا کنند و البته این یک شناسایی و یک معلومات نامی و یا یک معلومات های نو و تازه است برای خواننده ما که الف شفق میخواهد برای خواننده پیشنهاد کند که شمس کی بود، مولانا کی بود و شمس و مولانا چه ارتباط داشتند و آنها در یک جایگی برای جهان چه ارمغان آوردند و اون ارمغان در این کتاب بسیار زیبا و تصویر یافته است. سلامت باشید. این بسیار خوب است که ببینید کتاب‌هایی که در باب گویم گذشتگان و ادیبان محبوب و مشهوری ما قصه میکند امروز به صفت سرخواننده ترین کتاب‌های دنیا شناخته شده است. مثلا این کتاب ببینید زیاده از 500 مرتبه تنها در ترکیه بله، در امریکا و آلمان و فرانسه و روسیه این کتاب بارها چاپ شد و بار نخست در کشوری ما نشد. این بار دیگر از همون عالم شمول بودن ادبیات کلاسیکی تاجیک فارس قصه میکند. این شاید از آن می‌آید که پیام مولانا کهنگی ندارد. بله. و یک صاحب سخنی میگوید که مولانا در هر عصر و در هر سالی که به دنیا می آید 100 سال و 10 ساله ها از همون سال پیش می رود. یعنی اندیشه مولانا امروز هم بسیار کارگیرند و هیچ وقت فکر میکنم که آثار مولانا کهنگی ندارد و بیشتر و بیشتر و به مناسبت 835 سالگی مولانا در سال 2022 که ما همه ساله ماه سپتامبر 30 سپتامبر آن رو تجلیل میکنیم و فکر میکنیم که یک تحفه کوچکی ما هست و همچنین نیت داریم که یک شرح جامع مصنوی معنوی را پیشکش خواننده تاجیک گردانیم. در برابر این دو اثر تازه ترجمه خویش شما تا امروز اثرهای زیادی مثلا به مانند 7 عادت مردمان مؤثر، از خوب به عالی یا دیگر کتاب‌های مثلا بیشترش موتیواسیونی رو شما ترجمه کرده پیشنهاد خواننده عزیز نمودید. خب مفهوم عمومی این کتاب‌ها چی را فرا می‌گیرد و چی پیوستگی دارند کتاب‌های پیشتر ترجمه و روی چاپ آورده شما از این کتاب‌هایی که با تازگی روی چاپ آورده؟ خوب سلامت باشید و شما ببینید که هر یک کار نازکی خودش را دارد و فرض کردیم یک نفر که زرگر نازکی کاری خودش را میداند، فرض کردیم یک راننده مثلا نازکی کاری خودش را میداند و عموما کاری ترجمه و تحقیق و پژوهش هم هر یک این کارا یک نازکی خودشون دارند و ما خواستیم که به خاطر که همین اقدامی که ما کردیم در کشور تا اندازه نو بود و خواننده ما نه چندان خواننده زیاد داشت در این سمت، ما خواستیم که اول کتاب‌های را منتشر نماییم که ذوق مردم به کتابخوانی بیشتر کنند و دوم ما خواستیم که این کتاب خواندن از هیچ پهلو ضرر ندارد. مثلا بعضیا میگن که ما امروز زمان آن رسیده که با کتاب‌های بدیعی مثلا رو بیاریم، کتاب‌های تاریخی ما رو بخونیم، فرهنگی گذشته ما رو خوانیم، اینا هیچ ضرری ندارد. فرهنگ البته تاریخ ندونستن آینده رو خلاصه کردن دشوار است، اما ما می‌خوایم امروز برای مردم شری و سربلند کشور کتاب‌هایی که 10 سال پیش منتشر شدن چاپ کنیم تا اینکه امروز خواننده تاجیک بداند که در دنیا امروز چه گپ‌ها رفته ایستاده است، امروز مردم درباره چی فکر میکنند و بگذار خواننده ما هم همین گونه هم قدم تمدن نوین باشیم. بله، هم قدم باشیم و به همین خاطر ما رو آوردیم به کتاب‌هایی که بیشتر موتیواسیونی هستند و حالا ما نیت داریم در سال روان 3 کتاب بسیار خواندنی و 3 کتاب بسیار جالبی یوval نوی هراری که امروز 3 خواندنی کتاب‌های امروز جهان به شما می‌روند تاریخ مختصری پیدایش بشر از کجا آمد، انسان چگونه از غارها بیرون آمد و آینده نظری، یعنی انسانی خداگونه، بعد انسان چگونه صاحب خرد شد، انسان چگونه صاحب دانش شد. بله. و عموما 21 درس برای قرن 21 و یک کتاب دیگر و همچنین کتاب‌های هست که من فکر میکنم بسیار سری وقتی و بسیار همین شب روز ما کتاب‌ها رو باید منتشر کنیم و هرچی بیشتر
مردم ما از این گویم علمی معاصری امروز آگاهی یابند و ما توانیم که یک فاصله دور نگیریم، فاصله کوتاه و نزدیکی برای پیشرفت کشور یک تجربه گیریم از کشور پیشرفت و کشوری خود ما را تا اندازه پیش ببریم. در راستای آن هم گوییم زحمت ها و مهنت هایی که شما در راه تشکل تفکر نسل امروز و فردای ملت انجام میدهید، امروز توجه چگونه است؟ یعنی جامعه کشور تا چه حد توجه دارند به همین اثرهایی که شما خب تهیه و ترجمه میکنید و پیشنهاد آنها میگردانید؟ ما همه آن کتاب‌هایی که منتشر نموده ایم و همچنین دیگر کتاب‌هایی که پیشتر منتشر شده‌اند و بسیار مضمون بلند دارند، آنها را همش در شکل اودیویی، یعنی کتابی گویا میگن که امروز در بسیار کشورها معمول است، در شکل کتابی گویایی کرده در سامانه اجتماعی یوتیوب کانال ما پیشکش نمودیم که این همه رایگان است. مثلا نفری که بیرون از کشور هستند و وقتی مطالعه ندارند میتوانند هنگام کار مانده گوش کنند و برای خودشون یک دانش کسب کنند. اندیشه هایی که در همین کتاب ها آورده شده است پر همین کتاب ها همین کتاب ها در اول تا با آخر پر در شکل اودیویی ما ثبت نموده تنظیم کرده در صفتی خوب پیشکش نمودیم که مردم اگر امکاناتی مثلا دسترسی کتاب رو ندارند، چون کتاب های ما با تیرژ کلان چاپ نمیشوند، همه دسترسی ندارند، بگذار شکل اودیویش به محدود به ممانعت استفاده برند، رایگان یگان چی نیست. و در صحیفه خیرات، بله در یوتیوب در صحیفه خیرات است. و همچنین برای آگاهانیدن و پارچه پارچه از این کتاب ها رو ماندن و برای مردم پیشنهاد نمودن، ما در سامانه اجتماعی فیسبوک و تلگرام فعال هستیم با نام همین مرکز خیرات و اونجا هم میتوانند به ممانعت در آمده کتاب ها رو در شکل الکترونی، البته کامل نه، مختصر و همون گویم فشردی آنها رو ما پیشکش میکنیم و از همین سامانه ها ما برای مردم اطلاع میرسونیم که اطلاع میدهیم که همین کتاب ها رو ما منتشر کردیم و همین کتاب ها روی نشر هستند. و البته مردم ما از قدیم کتاب دوست، کتاب خوان بود، شاید تا اندازه کم شده باشد و من فکر میکنم که این چیز باز به همون اصلی خیش برمیگردد و مردم ما باز به همون فرهنگ، به همون کتاب ها میارن. چون اینجا مثلا شما از یکی از اقدام های خوبی حکومت مملکت در راه جلب خب نسل آینده ساز وطن با مطالعه کتاب گفتید، یعنی آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است. از نگاه شما چی کارها را میسازد در همین راستا باز انجام داد که با قول خود شما ما با همون سنت پیشینه‌مان، یعنی شوق و ذوق به اندازه کتابخوانی را در نهاد نسل نورس و جوان تربیت کنیم؟ من یک پیشنهاد دارم به همه آن نفرانی که امروز به ترجمه و به تهیه آثار ماندگار مشغول هستند و آنهایی که مثلا امروز شاید شرایط و یا امکاناتی نشر کتاب ندارند، ما میتوانیم کتاب های آنها را منتشر کنیم. همین گونه کتاب های زیادی را برای خواننده پیشنهاد نماییم که هر کتابی که میخواهد مطالعه کند و پیام این است که آنهایی که به ترجمه به تهیه مشغول هستند و کتاب هایی که ترجمه و تهیه کرده اند و نشر نکرده اند میتوان به اون مراجعه کنند در یک جایگی. همین خالگی که امروز از نشر کتاب های ادبیات جهان، کتاب های فلسفی موتیواسیونی در ما کم است، بگذار همون رو در یک جایگی حل کنیم و در پهلوی این اقدام بسیار نجیبی و سازنده پیشوای ملت ما هم توانیم یک کار را به انجام رسونیم. سلامت باشید. ما در کار و فعالیت من بعده شما برار میخواهیم و باشد که اثرهای جدید، خواندن باب و شاهکاری های بزرگی تمدن جهانی را شما تهیه و ترجمه کنید و به نسل امروز و فردای کشور تقدیم نمایید تا با مطالعه آنها انگیزش در اندیشه و تفکر نسل زمان استقلال ما با وجود بیاید. از شما تشکر میکنیم، بسیار خوش آمدید
و بیننده های گرامی، دانشمندان میگویند که انسان در صورت موفق و کامیاب خواهد شد که نوبین و نوگرا باشد و محض کتاب است که اندیشه نو، تفکر نو و دید نو را در نهاد نسل انسانی پرورش می‌دهد و محض این اندیشه و این نگاه نو می‌تواند زندگی ما را دیگر سازد و کامیابی و پیشروی‌های افزون را برای ما نصیب گرداند. با امید موفقیت و کامیابی شما بیننده های عزیز و گرامی، اینجا نشر نوبتی برنامه تازه نشر حسن انجام می‌یابد. تا دیدار، کامیاب و موفق بمانید.